مجاهدین بزرگوار، عزت مسلمان ها، عظمت مسلمان ها، پابرجایی غرور اسلامی مسلمان ها، این وابسته به زنده بودن انگیزه و جذبه جهادی در مسلمان ها هست. اگر خدا نخواسته روز این جذبه جهادی و انگیزه جهادی در مسلمان ها بمیرد، آن وقت مرگ معنوی مسلمان ها فرا می رسد. به همین اساس برای هر فردی مسلمان لازم است که این انگیزه و جذبه را در خود به طور دائم و همیشه زنده نگاه بدارد و جهاد پیشبردش بدون اعداد و آمادگی و تدریب جهادی ناممکن است. به همین اساس امارت اسلامی افغانستان در زمان جهاد علیه اشغالگرا، یعنی در وقتی که افغانستان ما در اشغال قرار داشت و مجاهدین جهاد را علیه اینها آغاز کردند، به تدریبات نظامی و اعداد جهادی توجه کامل داشته و در آن زمان هم البته به شکل انفرادی جاه جاه برای مجاهدین جایهای خاصی تعیین و مجاهدین تدریب می‌دیدند. به فضل و مرحمت الهی با قربانی و فداکاری مجاهدین، بعد از این که پایه های اشغال در افغانستان متزلزل شد و بالاخیر به اشغال خود خاتمه داده از افغانستان فرار کردند و ما به استقلال کامل در وطن من دست یافتیم. به شکل منظم از ابتدا تا به حال امارت اسلامی افغانستان به دادن تدریب مجاهدین و تشویق مجاهدین برای اعداد و آمادگی توجه خاصی نموده و توجه خاصی می نماید. مجاهدین بزرگوار، الله رب العزت ما و شما را به این که خود را آماده بسازیم امر میکند و این امر خدای بزرگ است. از جمله واجبه هایی هست که الحمدلله امروز ما شاهدی آن هستیم که مجاهدین ما بعد از یک دوره تعلیم، بعد از یک دوره تدریب امروز فارغ می شوند و سند فراغت را به دست می آورند. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در زمانی که مشکلات خود را داشتند و کشور ما در اشغال قرار داشت، در آن زمان با فداکاری ها و جان نثاری های فراوان در برابر دشمن مبارزه نمودند، مجاهده نمودند، جهاد نمودند و بالاخیر با دستان خالی در همون زمانی که مشکلات زیادی متوجه ازیا بود توانستند که بزرگترین قدرت دنیایی را شکست بدهند. در این شکی نیست و ما مطمئن هستیم که امروز لله الحمد ما اردوی اسلامی منظمی داریم. شما مجاهدین توانمندی این را دارید که از این سرزمینتان با متانت کامل حفاظت و حراست بکنید و هر متجاوزی که چشمش بر اشغال دوباره این وطن بدوزد چشم آن کور خواهد شد و دستش بر خاطر اشغال این وطن دراز بکند دست آن قطع خواهد شد و ما مطمئن هستیم که این توانمندی و این توانایی را شما مجاهدین اردوی اسلامی دارید. الله رب العزت برای همه ما و شما توفیق عنایت فرماید که در راستای حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی
و نظام اسلامی خود همیشه جد و جهد و کوشش بکنیم و از هر نوع غفلت الله رب العزت ما و شما را در این راستا نجات بدهد.